خب سلام، خوش اومدید به این ویدیو. امروز هم اومدیم با یک پروژه دیگه که این پروژه از دو بخش تشکیل شده: جاوا اسکریپت و مای اسکیول که برای دیتابیس میخوایم استفادهش کنیم. این پروژه رو اول از همه این که شما به نود جی اس نیاز دارید، زیرا که میخوایم بیرون از مرورگر اجراش کنیم، که برای دانلودش هم میتونید به خود سایت نود جی اس برید و با توجه به ورژن و نوع سیستم عاملتون دانلودش کنید. بعدش هم برای مای اسکیول هم از برنامه زمپ استفاده میکنیم که میتونید از صاف 98 دانلودش کنید یا از سایت خود زمپ هم میشه، فرقی نداره. یه جا دانلودش میکنیم و اینا پیش نیازهای این پروژه مونه. در ادامه ابتدا شما نیازی که از داخل زمپ آپاچی و مای اسکیول رو استارت بزنید که یک لوکال هاست سایت پی اچ پی مای ادمین رو بر ما بسازه که داخل این بتونیم دیتابیسمون رو کنترل کنیم. در ادامه خود فایل پروژه رو که نگاه بکنید، وقتی که شما فایل پروژه رو میسازید از داخل cmd نیازه که یک سری دستوراتی رو وارد کنید. cmd رو باز میکنیم که اینا رو باید برای ساخت و نصب پیش نیازهای پروژه انجام بدید. اول از همه این دستور npm init رو وارد میکنید و بعدش هم npm install mysql 2 و readline sync که mysql 2 رو که میخوایم ازش برای دیتابیس استفاده کنیم. readline sync هم جلوتر بهتون توضیح میدم که به چه دردمون میخوره. من این کارا رو قبلا انجام دادم و دیگه انجام نمیدم. وقتی شما این کارا رو انجام بدید، این سه فایل رو یعنی نود ماژول و پکیج لاک رو براتون میسازه و خودتون هم باید یک فایل برای جاوا اسکریپت بسازین که میخوایم کدش رو بنویسیم و در ادامه هم که چیزی که باید انجام بدیم اینه که دیتابیسمون رو بسازیم. اینجا از همین بخش نیو و SQL شما میتونید با زدن این کد create database وقتی شما این کد وارد میکنید یک دیتابیس با نام بانک سیستم ساخته میشه که داخل این بانک سیستم یک تیبل میسازه با نام اکانت که این داخلش آیدی، نیم و بالانس که هر کدومش هم یک مقدار مشخصی داره. یکیش اینتیجره و 4 دسیماله و هر کدومش هم یک مقدار خاصی داره. وقتی که شما در اینجا گو رو بزنید این دیتابیس براتون ساخته میشه که من از قبل اینجا اینو ساختمش، دیتابیس بانک سیستم و وقتی که اینو بسازید دیگه تقریبا کارهای اصلی تمامه و فقط باید بریم سراغ کد نویسیش که من از اینجا ویژوال استودیو رو باز میکنم. کد نقطه که شما این شاید پروژه که ببینیم که خیلی سخته، تعداد کداش زیاده، ولی خیلی پروژه آسونیه. بذارید که من در اینجا یک بار پروژه رو براتون ران بکنم که ببینید به چه صورته. خب برای اینکه پروژه‌مون هم ران کنیم، چون که داریم از نود جی اس استفاده میکنیم، دستور نود و اون فایلی که میخوایم رانش کنیم همین فایل bank.js رو که بزنیم ران شد. این کلیات پروژه ما
بانک اکانت منیجمنت سیستم که 6 تا گزینه اصلی داره. کریت اکانت که باعث میشه یک اکانت بسازیم، ویو اکانت اینفورمیشن، دیسپوزیت مانی که پول یا پول رو به حسابتون اضافه میکنه و طبق فرایندی که ما نوشتیم داخل دیتابیس به مقدار بلنستون پول اضافه میشه و ویدرا هم دقیقا برعکس همونه، پول رو از اکانتتون برمیداره و گزینه دیلیت اکانت و اکسیت هم داریم که ما برای مثال الان یک اکانت میسازیم، اسمش هم سامان که میگه که چقدر پول تو حسابشه، مثلا میزنیم $1000. خب میگه که اکانت فور سامان کریتد وید بلنس $1000. الان برای مثال اگر ما بخوایم پول برداشت کنیم 4 آپشن 4 که بزنیم هولدر نیم رو دوباره میپرسه که دوباره سامان و چقدر میخوایم میگه برداشت کنی که ما مثلا میزنیم میخوایم $500 رو برداشت کنیم که میگه از اکانت سامان $500 برداشتی شد. در ادامه مثلا ویو اکانت اینفورمیشن هم که الان بزنیم دوباره اسمش که سامانه بهمون نشون میده، اینجا اسمش سامان، بلنسش هم $500 که کل این پروژه همینه، یعنی خیلی چیز خاصی نداره. 6 هم که بزنیم اکسیت میشه و الان اگه به داخل کد ها بریم اینا کدای ماست که الان یکی بهتون توضیح میدم از صفرشو. خب اگه از همین اولش بخوایم شروع کنیم، اینجا 2 تا متغیر ساخته که برای استفاده کردن از پکیجای MySQL 2 ریدلاین سینکه. ریدلاین سینک هم که قرار بود بهتون بگم به چه درد میخوره، ما تو این پروژه قراره که خیلی زیاد از ریدلاین استفاده کنیم و این ریدلاین سینک خیلی پیشرفته تر از ریدلاین خود نود جی اس که کمک میکنه بهمون دیگه. گردامن که بریم کدا رو شروع کنیم، یک متغیر ساخته به اسم دیبی که مخفف دیتابیسه و MySQL.createPool رو ریخته داخلش. MySQL.createPool چیه؟ به MySQL.createPool به ما اجازه رو میده که بتونیم با دیتابیس ارتباط برقرار کنیم و در اینجا اطلاعات دیتابیس هست که هاست لوکال هاست خودمونه، یوزر روت پسورد نداره، اینا دیتابیس بانک سیستم داریم استفاده میکنیم و حالا wait for connection و connection limit و اینا که خیلی چیز مهمی نیست، مثلا connection limitش 10 نفره، اینجا کسایی که تو صف قرار میگیرن و اینا چی بدش. و در آخرش هم یک پرامیس داره که اینم جلوتر خیلی بهتر قرار بفهمش، ولی در کل اینم برای اینه که ما میخوایم در ادامه پروژه از اسینک و اویت استفاده کنیم که این فرآیندش رو انجام میده که بتونیم دیتابیس رو تو انتظار بذاریم. بخش اول که شروع کنیم، این 6 تا بخش تقریبا شبیه همن. بخش کریت اکانت داریم، گیت اکانت اینفو، دیسپوزیت، ویدرا و دیلیت اکانت که بخشای اصلی پروژه ما رو تشکیل میدن، همون بخشایی هم که داخل موقعی که پروژه ران کردم دیدیم. در اینجا بخش اول که کریت اکانته اومده یک اسینک فانکشن ساخته.
این async فانکشن چی کار میکنه؟ این در ادامه از اونجایی که ما قرار از await استفاده کنیم به این فانکشن قابلیت اینو میده که بشه توش از await استفاده کرد و دیتابیس رو تو انتظار گذاشتش. یعنی در کل این async و await و خود پرامیس برای اینکه بخشایی که نمیخوایم همزمان اتفاق بیافته رو مدیریتش کنیم. یعنی همون تو که داشتم میگفتم اینجوری کار میکنه که دیتابیس رو مثلا اینجا که await داره از دیتابیس استفاده میکنه، در اینجا await استفاده شده که یک کاری رو انجام بده، بعدش کار بعدی اتفاق بیفته. جلوتر بهتر متوجه میشین، فکر کنم که یکم گیج بشین. در اینجا یک async فانکشن ساختیم به اسم create account که داخل این async فانکشن هم دو متغیر name و initial balance رو ساخته که دو متغیر name و initial balance رو ساخته که متغیر name از یک readline استفاده کرده، readline question که داخلش هم نوشته enter account holder name که همون موقعی که پروژه ران کردیم اگه دیدید یک پیام اومد که موقعی که خواستیم یک اکانت بسازیم پیام اومد که enter account holders name که این همونه. یعنی این متن رو می نویسه و به کاربر اجازه میده که یک چیزی رو وارد بکنه چون که ریدلاین کوئسچنه. و در ادامه هم که کانست بعدی که متغیر بعدی که اینیشال بالانسه همون قبلیه یه ریدلاین کوئسچن داره و گفته که اینیشال بالانس رو وارد کنیم، ولی اینجا فرقی داره و یک پارس فلوت داره اینجا که این چه کاری انجام میده. این باعث میشه که چیزی که کاربر وارد میکنه باید حتما یه عدد باشه. اگر که عدد نباشه مثلا وارد کنه اینجا سامان ارور نن یا همون نات نامبر میده، همین این ارور که اینجا نوشته که در ادامه گفته که اگر این ارور نات نامبر رو داد یا اینکه اینیشال بالانس اگر ارور نات نامبر رو داد یا اینکه مقدارش از صفر کوچیک‌تر بود یعنی کمتر بود کنسول لاگ بگیره که invalid initial balance یعنی مقداری که وارد کردی معتبر نیست. در ادامه یک ترای داریم اینجا که ترای و کچه که با هم میان. این دوتا چی هن؟ ترای و کچ رو برای موقعی توش کد می نویسن که این کد امکان خطا دادن وجود داره و داخلش کد اجرا میشه و اگر خطایی وجود داشته باشه به داخل کچ میره و ما حالا اینجا گفتیم که کنسول ارور بگیره که توی ساخت اکانت شما یک مشکلی وجود داشت که در کل این ترای واسه اون دسته کدایی که امکان داره مشکل وجود داشته باشه توشون و اگه مشکل داشته باشه به کچ میره و مشکل رو نشون میده. حالا داخلش چی گفته؟ گفته که await db query db که همون متغیری بود که ما ساخته بودیم و این گفته که await یعنی این که تا موقعی که این عملیات انجام نشده کار دیگه رو انجام نده که این همون دلیلی بود که ما از async و await داریم استفاده میکنیم. میخوایم که این عملیات اول کامل انجام بشه بعدش بره عملیات بعدی و ما برای همین این بالا async فانکشن ساختیم که بتونیم از await استفاده کنیم، در غیر این صورت نمیشد.
و در اینجا هم که گفته که دیبی کوئری این در حقیقت داره درخواست میزنه به دیتابیس ما و این متنی که این داخل نوشته رو، این نارنجیه، این رو داخل خود دیتابیس داره انجام میده. یعنی این insert into account داره داخل بخش اکانت اینزرت میکنه. چی رو اینزرت میکنه؟ نیم و بلنسی که ما اینجا باید وارد کنیم به ترتیب. نیمی که این بالا کاربر وارد کرده، نیمی که وارد کرده رو ما ریختیم داخل متغیر نیم دیگه. مقداری هم که وارد کرده رو ریختیم داخل initial balance و در اینجا هم گفته که این مقدارا رو جایگزین کن جای نیم و بالانس با ولیو مقداری که وارد شده اینجا. در ادامه هم که گفته کنسول لاگ بگیر اکانت فور، اینجا نیمی که وارد کردیم و created with balance که وارد کردیم USD. یعنی اینکه این در کل داره به کاربر اطلاع میده که اکانتی که با اسم و مقداری که وارد کردین ساخته شده. اگر هم که مشکلی پیش بیاد همونطور که گفتم میره داخل کچ ارور و اینجا براتون پرینت میگیره که در ساخت اکانت شما یک مشکلی وجود داشت. از اینجا به بعد تقریبا همه چی شبیه همین قسمت کریت اکانت. این یکی get account info. داخل get account info هم دوباره یک متغیر نیم داریم که دوباره ریدلاین کرده از کاربر گرفته که اسم دوباره نیم هولدر چیه و ریختش دوباره داخل نیم و دوباره یک ترای داریم این همون بالا که یک متغیر ریزالت ساخته و دوباره await و دوباره هم درخواست داده به دیبی کوئری، دوباره به دیتابیسمون درخواست داده که سلکت کن فرام اکانت ور، یعنی از اونجایی که اسم مساویه با این نیمی که کاربر وارد کرده. حالا گفته که if، یعنی اگه ریزالت مقدارش مساوی با 0 بود، اندازش یا مقدار داخلش مساوی با 0 بود، کنسولای بگیره که no account found with this name. در غیر این صورت کنسولای بگیره اسم بنویسه name مساوی با اسم اکانت و بالانس هم مساوی با این مقدار پولی که داری USD. این کلا در کل این بخش این کارو میکنه که از داخل دیتابیس اون ستونی که اسم ما داخلش قرار گرفته بر اساس اسم جستجو میکنه و اسم ما رو داخلش پیدا میکنه، اسمی که اینجا وارد کردیم. اگه اسمی وجود نداشته باشه که میگه no account found، اگر ولی وجود داشته باشه نشون میده که نیم مساویه با اسمت، بالانست هم مساوی با مقدار پولی که داری USD یا دلار. دوباره کچ هم اینجا داریم که در صورتی که با مشکل وجود مواجه شه میاد داخل کچ و کنسول ارور میگیره که ارور توی پیدا کردن اطلاعات شما. دو تا فانکشن های مهم بعدی هم ویدرا و دیسپوزیت هن که همون برداشتن و پول اضافه کردن به اکانت. اولیش دیسپوزیت که مقدار اضافه کردن به اکانت، یعنی پول گذاشتن رو مقدار بالانسی که داریم. در اینجا دوباره متغیر ساخته شده همون ریدلاین که دوباره از
کاربر اسمو بپرسه و دوباره متغیر مقدار که چقدر میخوایم به amount، چقدر میخوایم به بالانسمون اضافه کنیم، که دوباره پارس فلوته که فقط باید عددی باشه. این ایفش هم دوباره گذاشته که در صورتی که نات نامبر بود یا اینکه از صفر کوچکتر بود، کوچکتر مساوی با صفر بود، بگه که کنسولای بگیره که مقداری که وارد کردیم معتبر نیست. در ادامه هم دوباره ترایو داریم که دوباره یه کانست ریزالت داریم که دوباره درخواست داده به دیتابیس اویت، یعنی تا موقعی که انجام نشه سراغ بعدی نرو. دوباره دیتابیس گفته که آپدیت اکانت ست بالانس مساویه با، یعنی اینکه اکانت آپدیت کن از داخل اکانت و بالانسشو ست کن. چیکار کنه؟ داخل اینجا بالانس رو همون قبلی که توش بوده رو به اضافه اون چیزی که ما وارد میکنیم بکنم. کجا هستم؟ داخل نیم و اون اکانتی که ما بهش دادیم، یعنی amount که مقداری که میخوایم اضافه کنیم، نیم هم که همون اکانتی که اینجا گفتیم بهش. و در ادامه هم اینجا یک کیف دیگه هم داریم که میگه که اگر که اون ردیفای ریزالت ما مساوی با صفر بود، یعنی اینکه وجود نداشت، کنسولای بگیره که اکانت شما نات فاوند، اکانتتون پیدا نشد، یعنی وجود نداره. در غیر این صورت ولی کنسولای میگیره که disposited یعنی disposited amount USD into names account، یعنی کلا میگه که اون مقداری که شما گفته بودین، اون اماونتی که وارد کرده بودین به اکانتتون، اکانت نیمتون هم که مثلا سامانه اضافه شد. هر مشکلی هم که وجود داشته باشه که میاد دوباره تو کچ و همون داستان ارور. بعدی هم شبیه همون بالایی اسینک فانکشن درا، اسینک فانکشن وید درا رو میسازیم، یعنی که دوباره داخلش دوتا متغیر نیم اماونت ساخته شده که دوباره ریدلاین کردن از کاربر. بعد دوباره اینجا بخش ایف برای اینکه اماونتی که وارد کردیم مساوی با صفر نباشه، نات نامبر هم نباشه، یعنی حتما عدد باشه و از صفر هم بزرگتر باشه. بعدش دوباره داخل ترایو داریم که دوباره متغیر ریزالت رو داریم که اویت کرده و درخواست داده به دیتابیسمون که select balance from account، اونجایی که یعنی از نیم، خب یعنی از داخل بالانس تو اکانت از جای بر اساس نیم که اینجا نیمشو ما وارد کردیم مثلا سامان، و در ادامه دو تا ایفه که ایف اولی گفته که اگر این ریزالتمون مقدارش یا اندازش با صفر مساوی بود، بگه که اکشن نات فاوند، یعنی وجود نداره. و در ادامه هم گفته که در ادامه اومده که مقدار بالانسی که داخل ریزالت وجود داره رو ریخته داخل یه متغیر به نام بالانس. خب یعنی اینا رو ریخته داخل یه متغیر، مثلا مقدارش $1000 و الان گفته که اگر این مقداری که الان ریخته میشین تو از
اماونت کوچیکتر باشه، اماونت هم که اینجا واردش کردیم کنسول لاگ بگیره ارور یه جورایی همون موجودی کافی نیست. چرا این اتفاق این کد اصلا نوشتیم؟ برای اینه که یه موقعی هست که شما میخوایم مثلا $5000 اماونت وارد کردیم، میخوایم $5000 از اکانتتون بردارین، ولی مثلا مقدار بلنسی که شما دارین $1000. خب نمیتونیم $5000 روش بردارین، برای همین مثلا موقع ارور میده که موجودی کافی نیست. در ادامه هم اویت زده که این البته این در صورتی بود که مقدارش کافی نباشه. در غیر این صورت هم که میگه اویت، دوباره اویت رو استفاده کردیم که اول این انجام بشه. درخواست داده دوباره به دیتابیسمون که آپدیت کن از داخل اکانت و بالانسش رو ست کن. چی ست کنه؟ بالانس منهای اماونتی که ما وارد کردیم از داخل بر اساس نیم، که این بر اساس نیم جستجو کنه. بعدش بالانس رو از اماونتی که ما وارد کردیم، مثلا $2000 داریم، خواهیم $500 برداشت کنیم، کم میکنه و میمونه $1500 و اینو میریزه میمونه باقی مونده دیتابیس. و کنسول لاگ میگیره که مثلا فلان قدر از اکانت شما برداشته شد، $500 از اکانت سامان برداشته شد. اینجا هم که دوباره کچ رو داریم که در صورت ارور دادن میایم اینجا میگم که این فرایندش تقریبا همه شبیه همه. اینجا هم یک فرایند دیگه داریم که دیلیت اکانت، دوباره از سینک فانکشن ساخته به نام دیلیت اکانت. یک متغیر نیم ساخته که دوباره از شخص، از کاربر میپرسه که اکانت چه کسی رو میخوای دیلیت کنی. دوباره یک ترای داریم که گفته که کانست متغیر ریزالت، دوباره اویت از دیتابیس اویت کنه، دوباره درخواست بزن به دیتابیس دیلیت فرام اکانت، یعنی از داخل اکانت پاک کن نیمی که ور نیم، اون نیمی که ما وارد کردیم، یعنی از داخل اکانت مثلا اینجا سامان رو میخوام پاک کنم، میگه که سامان از داخل اکانت پاک کن. در ادامه هم یک ایف و الز دیگه داریم که داریم دوباره این همون فرآیندی که اگه اکانت وجود نداشت، دوباره داریم میگه که اگه ریزالتش ردیفاش مساوی با 0 بود کنسول لاگ بگیره اکانت نات فاوند. در غیر این صورت کنسول لاگ بگیره که اکانت فور مثلا نیممون سامان بود، اکانت سامان دیلیت شد. مشکلی هم که پیش بیاد دوباره کچ ارور. خب حالا این بخشایی که گذاشتیم اینا فانکشن هایی بود که ما طراحی کردیم برای پروژمون. حالا خود منوی اصلی پروژه که مین منو ما هست بعد الان طراحیش کنیم که یک فانکشن مین منو میسازیم که یک حلقه است و این حلقه بی نهایت بار اجرا میشه و بی نهایت بار کنسول لاگ میگیره. اینا رو کنسول لاگ میگیره بانک اکانت منیجمنت سیستم که اون بالا نوشته بود و برای اینکه مثلا بگه این پروژه چیه. بعدش هم کنسول لاگ میگیره که این 1 تا 6 رو که کریت اکانت و ویو اکانت اینفورمیشن و اینا تا اکسید. و حالا چجوری باید برای این که کاربر بتونه انتخاب کنه، اینجا یک متغیر چویس ساختیم، یعنی انتخاب کردن، که دوباره ریدلاین دوباره از کاربر میپرسه که بین اینا یک آپشن رو انتخاب کن. اینو تایپ میکنه سلکتن آپشن و اون شخص یا کاربر خودش بین 1 تا 6 و یکی رو انتخاب کنه
که در اینجا ما سویچ چویس رو داریم، یعنی بین باعث میشه که بین این 6 تا بتونه جابجا بشه به اساس کیس یا به اساس اون مقداری که کاربر وارد کرده. مثلا کاربر 2 رو که وارد میکنه به اساس 2 میاد اویت میکنه get account info رو و وقتی که تمام شه این اویت اینجا به چه درد میخوره؟ این اویت باعث میشه که موقعی که کاربر کیس 2 رو انتخاب میکنه اویت باعث میشه که این تا موقعی که get account info تمام نشده دیگه هیچ چیزی رو ران نکنه، وگرنه دوباره میرفت ساق حلقه و وقتی که تموم شد بریکش میکنه. و این 6 تا رو که به همین صورت داریم و در صورتی که اینا که هم حالت عادیه همه همونه، یه فانکشنشون ران میکنه بعدش هم بریک. ولی کیس 6 که اکسیت اونه کنسول لاگ میگیره اکسیتینگ پروگرام که اونجا نشون داده بود اکسیتینگ پروگرام و پراکسس اکسیت یعنی از چیزش خارج میشه، از داخل حلقه خارج میشه کامل. دیفالتش هم که یعنی دیفالت هر چیزی وارد کنی به صورت دیفالت کنسول لاگ میگیره invalid selection، یعنی این انتخابی که کردی نامعتبره. و در نهایت هم این فانکشن مین منویی که ما ساختیم که همه این کار اصلی پروژمون رو انجام میده رو داریم فراخونیش میکنیم، فراخونی میکنیم که این بیاد بالا. و الان که فراخونیش بکنیم داخل اینجا اگر خود پروژه رو ران کنیم با همون دستور نود بانک نود بعدش فایلی که میخوایم رانش کنیم، فایل ما الان bank.js که این رو میزنیم ران کنیم و پروژه ما میاد بالا. و این چون رو دیتابیس ذخیره شده حتی با اینکه من بستمش الان دوباره ویو اکانت اینفورمیشن رو بزنم با نام سامان هنوز ببینیم که وجود داره این اکانت من چون که روی دیتابیس ذخیره شده و اگه ما از داخل لوکال هاست PHP مای ادمینمون بریم در اینجا نگاه کنیم میتونیم پیدا کنیم اینا. این نیم سامانی که ذخیره شده با مقدار بالانس $500 که الان مثلا ما دیگه چیش هم بخوایم تست کنیم، دیلیت اکانتش هم بخوایم تست کنیم گزینه 5 انتخاب میکنیم اکانت هولدرز نیم رو میزنیم سامان و اکانت فور سامان از بین دیلیتد اکانتمون دیلیت شد. و 6 هم که گزینه اکسیته همونطور که داخل کد گفتیم مینویسه اکسیتینگ پروگرام و حلقه رو کامل میبندتش. خب کل این پروژه با اینکه شاید فکر کنید یکم پیچیده بود کلش همین بود، یعنی شما به یک دیتابیس نیاز داشتیم و همین کد جاوا اسکریپت، همین کلش همین بود. خیلی ممنون از اینکه این ویدیو رو تماشا کردیم، امیدوارم که روز خوبی داشته باشید و تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.